ابن القیم رحمت الله علیه آیید تبریک کردن همدیگر یا خود کافرها در عید آنها میگویند که اما تهنئتهم بشعائر الكفر المختصة بهم فحرام بالاتفاق. اما تبریک و تهنیت گفتن کافرها به شعائر آنها، به شعائر یعنی شعائر دینی، هر چیزی که آن را بزرگ می شمارند، خاص برای آنها باشه، فحرام، این حرام است با اتفاق علما. و بعضی ها میگن که کافر نگو، اونا هم بنده های الله هست. ولی در پایان جواب میگیم و ذلك کأن یهنئهم باعیاد فیقول عیدکم مبارک. این مانند این است که به عیدهاشان تهنیه گوید، تبریک گوید که عید شما مبارک باشد گوید. او تهنأ بهذا العید، یا اینکه به عید تهنیت گوید. فهذا ان سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات. اگر گوینده این سخن از کفر سلامت ماند، پس این از جمله حرام ها هست. یعنی تبریک کردن کافرها به عید کفر آنها این حرام است. و هو بمنزلت ان یهنئه بسجوده للصلیب. این به منزلت این که وقتی که نصرانی به صلیب سجده میکند و این شرک است و این کفر محض است، شما گویا که به همین کار کفرش او را تبریک کرده. و تبریک هم اصطلاح شرعی است. این اصطلاح شریعت از الله تعالی به این کارت برکت دهد گفتنی گپ است. و کثیر ممن لا قدر للدین عنده یقع فی ذلک. بسیار آدم‌هایی که دین در نزد آنها قدر ندارد، همین گونه مردم کفار را به جشن عیدشان تبریک میکنند. ولا یدری قبح ما فعل. قباحت، بی‌زیبی و گناه بودن این کاری که کرد نمیداند، برای که از اصل دین خودش بیخبر است. فمن هنأ عبدا بمعصیة او بدعة او کفر فقد تعرض لمقت الله و سخطه. کسی که یک بنده را در گناهش یا در بدعتش یا در کفرش تبریک و تهنیت کند، در حقیقت خودش به غضب الله تعالی پیشنهاد کرده است. و یدخل فی هذا ایضا تعظیمهم و مخاطبتهم بالسید والمولا. این چنین از جمله همه عملهای حرام است بزرگ شماریدن کافرها و در وقت خطاب کردن آنها را سید و مولایه، یعنی مولای من، خواجه من گفتن. و ذلك حرام قطعا. این کارها در حقیقت حرام است، قطعی حرام است. خب این درباره تبریک کردن کافرها در عیدی که خاص به آنها هست. برادرها، من نمیدونم اون شخصیت هایی که امروز بعضی نوارهای دیدم، بعضی پیشواها گفتین که مقصد شما در دیار آنها غریب هستید، کار میکنید، تبریک کنید. گفتین دیگه علاج ندارید. گفتین چقدر دیگه علاج نداریم؟ تبریک نکنید. تنازل در دین اجازت نیست. شاید آنهایی که این سخن گفتن مجبور باشند، شاید آنها مجبور کرده شدند برای گفتن این گونه سخنها، آنها خودشون به این سخنها جواب میدهند. لیکن هیچگاه تبریک کردن کافرها به عیدشان نادرست است. چخیلی که ابن القیم گفتن با اتفاق علما حرام است اگر صاحبش یعنی تبریک کننده از کفر سلامت ماند ولی که از گناه سلامت نمیماند. گفتن چخیل ما با گوییم که تبریک کنید، امر نعوذ بالله، این نادرست است.